سلام دوستان، به کانال من خوش اومدید و امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه. این ویدیو رو اختصاص دادم برای کسانی که میخوان به کانادا مهاجرت کنن و میخوام بگم که چرا بایستی قبل از مهاجرت زبان انگلیسی رو خوب یاد بگیرن. البته این فقط در مورد کانادا نیست. شما به هر کشوری میخواید مهاجرت کنید بهتره که زبان رسمی اون کشور را یاد بگیرید. حتما بارها شنیدید که بقیه میگن اگر وارد محیط بشید زبان رو یاد میگیرید و پیشرفت میکنید. اگر شما هیچ پیش زمینه‌ای نداشته باشید و اصلا زبان نخونده باشید و وارد محیط بشید، امکان این که زبان رو خوب یاد بگیرید خیلی کمه. یعنی شاید سالها طول بکشه، بعد از چند سال تازه میبینید که شما فقط جملات ابتدایی رو یاد گرفتید که خب این چند سال شما رو خیلی عقب میندازه. پس توصیه من به شما این هستش که قبل از اقدام به مهاجرت به هر کشوری زبان یاد بگیرید. خب حالا برگردیم به مبحث خودمون که چرا برای مهاجرت به کانادا باید زبان انگلیسی رو بلد باشید. حالا نمیتونم بگم خوب بلد باشین، ولی در حدی که حداقل گلیم خودتون رو از آب بکشید. کسانی که از قبل زبان بلد هستن وارد محیط میشن، خب زبانشون روز به روز پیشرفت میکنه. چرا؟ چون در محیط هستن، میشنون، با بقیه در تماس هستن، خصوصا کسانی که در محیط خارجی کار میکنن. خب پیشرفتشون خیلی بیشتر از کسی هستش که زبان رو خیلی خوب بلد نیست یا خیلی مبتدی هست. و واقعا این رو به شما بگم، وقتی زبان بلد نیستید و وارد کانادا میشید، یک سرخوردگی خیلی بدی در ابتدا براتون اتفاق میفته. چون وارد محیط میشین، یک کالچر شاک اتفاق میفته، یک شوک فرهنگی هست. میبینید که ای بابا تابلو انگلیسیه، سوار اتوبوس میخوام بشم، تاکسی میخوام بگیرم، خرید کنم، حتی یه سیم کارت بگیرم، هر حساب بانکی باز کنم، هر کاری میخوام بکنم نیاز دارم که زبان بلد باشم. پس یک حس بدی به شما دست میده. اگر میخوای این حس رو تجربه نکنید، خواهشاً قبل از مهاجرت به این کشور زبان انگلیسی رو یاد بگیرید. کشور کانادا به نسبت بقیه کشورها خب مهاجر ایرانی زیاد داره، خصوصاً شهر تورنتو که انقدر ایرانی توش زیاد هستش که وقتی اقوام میخوان یا دوستان مهاجرت کنن همه بهشون میگن نه نمیخواد نگران زبان باشی، بیا اینجا ما بهت کار میدیم. درسته، توی کامیونیتی ایرانی ها میتونین کار پیدا کنید. در کانادا اگر کسی واقعا اهل کار باشه امکان نداره بیکار بمونه، محال هیچ کاری براش پیدا نشه. خوشبختانه این پتانسیل وجود داره که کسی که اهل کار باشه حتما براش کار پیدا میشه. کسانی هم که از ایران یک کار فنی یاد گرفتن که خب خیلی موفق تر از کسانی هستن که بدون هیچ تخصصی وارد میشن. خب حالا وقتی شما زبان بلد نیستی چه اتفاقی برای شما میفته؟ وقتی وارد این محیط میشی، اولین چیزی که شما میخواید بگیری یک مکانی هست برای زندگی کردن که البته بعضی از سایت ها وجود داره که شما قبل از که وارد کانادا بشین مثل ایربی‌ان‌بی یا کیجیجی میتونید خونه مورد نظرتون رو اجاره کنین و وقتی وارد کانادا شدین خب دیگه سرگردان نیستین و میدونین که کجا باید برین، ولی خب اینا مقطعیه. اگر بعدش دوباره میخواید دنبال خونه باشید، از ایرانی ها بخواید خونه بگیرید اون مبحثش جداگونه است. ولی اگر بخواید از شرکت های خارجی یا کاندو اجاره کنید و لندلورد شما فارسی زبان نباشه نمیتونید باش ارتباط برقرار کنید و اینجا نیاز به یک واسطه دارید که حالا این واسطه ها کسانی هستن که کار ریال استیت انجام میدن و از شما هزینه دریافت نمی کنن. ولی موارد دیگه هستش که شما
مثلا یک سری شرکت هایی هستن که رنتال اپارتمنت رو اینا اجاره میدن و ریال استیت ها هیچ نقشی این وسط ندارن. اگر شما نتونی ارتباط برقرار کنی با این شرکت ها، نمیتونی ازشون خونه اجاره کنی. مجبور هستی بری سراغ ریال استیت هایی که یا املاکی که فارسی زبان هستن. خب پس برای خونه اجاره کردن برای خارجی ها اینجا شما به مشکل برمیخوری. خونه ای که بعد اجاره میکنی باید بیمه داشته باشه. حالا میخوای بیمه بگیری، این بیمه رو اگر خودت زبان انگلیسی بلد باشی به شرکت های بیمه تماس میگیری و یک بیمه مقرون به صرفه پیدا میکنی. اگر زبان بلد نباشی باید از این اون بپرسی یا گاهن مجبور میشی یک هزینه رو به یک نفر پرداخت کنی که فقط برای شما یک بیمه بگیره. خب باز دوباره اینجا هم به مشکل برمیخوری وقتی زبان بلد نیستی. قضیه بیمه خونه اینجا مهمه. تجربه‌ای که من خودم داشتم، جای زندگی میکردم، من نمیدونستم قوانین بیمه اینجا چطور هست. صاحب خونه به من گفتش که خونه اینجا بیمه داره. در خونه من قفل نداشت، نمیتونستم در رو قفل کنم برم، قفل خراب بود. به من گفتن که اشکالی نداره، اگر هر اتفاقی بیفته، اگر وسایلتون رو دزد ببره بیمه کاور میکنه و پوشش میده. در صورتی که بعد از 1 سال متوجه شدم که بیمه هر شخص باید به اسم خودش باشه و از اینکه صاحب خونه بیمه داشت، بیمه برای خودش بود نه برای من. اسم من زیر بیمه اون نبود و بعد متوجه شدم که ای وای چه اشتباه بزرگی کردم. از همون اول باید میپرسیدم و خودم رو شخصا بیمه میکردم، چون بیمه خونه در کانادا زیاد گرون نیست. یعنی تقریبا از $24 شروع میشه، نهایت به $40 ختم میشه که البته رنج و قیمت های بیمه فرق میکنه. خب حالا با زبان بلدی خودت میری این بیمه رو میگیری. بلد نیستی دنبال کارگزار فارسی زبان میگردی. مسئله بعدی شما مسئله حمل و نقل شما هست. ترانسپورتیشن شما. اینجا در کانادا مثل ایران نیست که وقتی در خیابان راه میری، خب تاکسی داره حرکت میکنه، جلوش دست میگیری، دستتو دراز میکنی، اون میسته و شما سوار میشی میگی منو ببر مثلا به این آدرس. اینجا نه، اینجا شما باید اپلیکیشن نصب کنی. اوبر و لیفت هست، اپلیکیشن رو باید نصب کنی و این اپلیکیشن به حساب بانکی شما مرتبط هست و پول رو از حساب شما کم میکنه. پس اینطوری نیست که بگیم من پول نقد تو جیبم هست هر موقع دلم خواست تاکسی میگیرم. نه، حتما باید حساب بانکی داشته باشی و این مبلغی که برای تاکسی پرداخت میشه باید از حساب بانکی شما کم بشه. حالا شمایی که زبان بلد نیستی نمیدونی این اپ ها رو چجوری باید نصب کنی و حتی این اپ ها رو چجوری استفاده کنی. مثلا لوکیشن، من کسایی رو میشناسم که حتی نمیتونه از این اپ ها استفاده کنن، زبان بلد نیستن و نمیدونن خب لوکیشن رو چطور انتخاب کنن، مقصد و مبدا رو چطوری وارد کنن و حتی آدرس ها رو نمیتونن بنویسن. خب پس اینم مبحث ترانسپورتیشن شما. از اتوبوس بخواین استفاده کنین باید کارت اتوبوس داشته باشید. اگه کارت اتوبوس نداشته باشید سوار اتوبوس نمیتونید بشید. البته بعضی اوقات هم میتونید کش یا نقد پرداخت کنید که نسبت به کارت اتوبوس هزینهش بالاتره. پس اگه میخواید مقرون به صرفه تر باشه باید کارت اتوبوس که اسمش پرستو هست رو دریافت کنید. حالا زبان بلد نباشی نمیدونی این کارت رو باید بری از کجا بخری که معمولا این کارت رو از مرکزی به اسم شاپرز دراگ مارت ما دریافت میکنیم یا از ایستگاه های مترو یا ایستگاه های اصلی که برای رفت آمد اتوبوس ها اینجا در نظر گرفته شده. خب این کارت که $6 هم هست رو میخوای دریافت کنی. حالا همون جایی که دریافت میکنی
میتونی مبلغی رو پرداخت کنی و کارتت رو هر چقدر که میخوای شارژ کنی. باز اینجا هم یه اپلیکیشن داره پرستا. زبان بلد باشی اپلیکیشنش رو نصب میکنی، کارتت رو همون آنلاین میتونی دریافت کنی، آنلاین میتونی لودش کنی یا شارژش کنی و پول بهش واریز کنی و دیگه نیازی نیست به این مراکز مراجعه کنید. خب باز کسی که زبان بلد نیست برای حمل و نقلش حتی با اتوبوس و مترو هم به مشکل برمیخوره. این کارت هم برای اتوبوس هم برای مترو به کار برده میشه و استفاده میشه. خب مسئله خیلی مهم گوگل مپه. گوگل مپ به شما آدرس ها رو نشون میده. تورنتو یک شهر فوق العاده بزرگه و واقعا بدون گوگل مپ نمیشه رفت. حتی کسانی که سالها اینجا زندگی کردن هنوز دارن از گوگل مپ استفاده میکنن، مگر مسیرهایی رو که هر روز میرن و میان اونا رو دیگه بلد هستن. حالا تجربه خودم رو میگم. من توی ایران هیچ وقت از گوگل مپ استفاده نکردم. زبانم خوب بود، اینجا وارد شدم، بلد نبودم از گوگل مپ استفاده کنم و متاسفانه چند بار گم شدم. هم گم شدم هم اتوبوس رو اشتباه سوار شدم و مجبور شدم دیگه وسط راه پیاده شم. خیلی حس بدیه وقتی که تنها هستی، یک دفعه خودت رو مثلا میخواستی بری شمال، میبینی رفتی شرق. گفتم اینجا خیلی بزرگه و میبینی که ای وای من گم شدم و باید چی کار کنم. حالا اونی که زبان بلد نیست دوباره دیدم که میگم میشینه گریه میکنه و واقعا نمیدونه چی کار کنه. اونی کسی که زرنگ هست زنگ میزنه 911 که پلیس هست و همیشه مترجم فارسی هم در دسترس دارن. میگه من گم شدم، خوشبختانه میان برش میبرن در خونه میذارنش. حالا اونی که مثل من زبان بلده یه خورده ناراحت میشه که گم شده، ولی میدونه که میتونه برگرده خونه، میدونه که میتونه گوگل مپ رو بخونه، میتونه حتی به 911 که تماس میگیره صحبت کنه، بگه که چه اتفاقی افتاده، پس نمیشینه گریه کنه، یا حتی از خود راننده اتوبوس کمک میگیره که من اشتباه سوار شدم، یا آدم هایی که توی خیابون دارن راه میرن میره باشون ارتباط برقرار میکنه، میگه من گم شدم و خوشبختانه کمک میکنن و میتونی راهتو پیدا کنی و برگردی. پس نه گریه میکنی نه قصه میخوری، چون زبان بلدی یا میتونی راهتو پیدا کنی. توصیه من به شما اینه که قبل از که به کانادا مهاجرت کنید لطفاً کار با گوگل مپ رو خوب یاد بگیرید، چون خیلی به دردتون میخوره. اینجا مثلا شما چک میکنید که میخوام برم سوار اتوبوس بشم، خب اتوبوس چه ساعتایی میاد، چقدر دیگه میاد، من چه ساعتی از خونه باید برم بیرون، چند تا مسیر وجود داره که من به این لوکیشن یا مکانی که میخوام برسم، مثلا 2 تا یا 3 تا خط وجود داره، چند تا اتوبوس باید عوض کنم. بعضی موقع میاد چک میکنید میگه خب اگه تاکسی بگیرم برام مقرون به صرفه تره یا اعصابم راحت تره. پس برای ترانسپورتیشن و حمل و نقل دونستن زبان خیلی کمک میکنه. مسئله بعدی باید به حساب بانکی باز کنی. خب حساب بانکی باز میکنی، باید در به در دنبال بانکی بگردی که یک کارگزار یا کارمند ایرانی داره که کار شما رو انجام بده، که خوشبختانه در تورنتو در هر بانکی که مراجعه میکنی حداقل یک کارمند ایرانی میبینید. ولی زمانی هم پیش میاد که اون روزی که میرین کارمند ایرانیش مرخصیه. خب شما هم همون روز کار دارید. وقتی زبان بلدی دیگه دنبال کارمند ایرانی نمیگردی، هر کارمندی تو بانک هست میری و کارتو انجام میدی. پس این هم یکی دیگه از ملزوماتی هستش که من میگم باید زبان بلد باشی. سیم کارت میخوای بخری، باز دوباره باید در به در دنبال جایی بگردی که فروشنده ایرانی باشه، که اینجا هم خوشبختانه تو هر پاساژ یا مالی که میری حتما این فروشنده های ایرانی رو میبینی که میتونی ازشون سیم کارت بخری. خب کسی که زبان بلده دیگه نمیخواد
دنبال مال یا پاساژی بره که فروشنده ایرانی داره. هر فروشنده‌ای باشه سیم کارتش رو تهیه میکنه و میره. و یه نکته دیگه، شرکت‌های مخابراتی متفاوتی اینجا وجود دارن با رنج‌های قیمت‌های واقعاً متفاوت. وقتی زبان بلد هستی میخوای یه سیم کارت بخری، از 4 جا قیمت میگیری و آفراشون رو نگاه میکنی یا سرویس هایی که ارائه میدن، پس میای بهترین رو میگیری. ولی وقتی زبان بلد نیستی و دنبال یک فروشنده ایرانی هستی، مجبوری فقط توی یک مغازه بری خریدتو بکنی بیای بیرون. چون وقتی وارد مال میشی، حداقل 5 یا 6 شرکت مخابراتی شما میبینی که داره سیم کارت میفروشه. زبان بلدی، میری گزینه خوب رو هم انتخاب میکنی، کارت انجام میشه، میری. زبان بلد نیستی، باز دوباره اینجا به مشکل برمیخوری. خب میرسیم سر کار پیدا کردن. اصلی ترین مبحث. زبان بلد نیستی، تو کامیونیتی ایرانیا کار میکنی. نمیخوام بگم کامیونیتی ایرانیا بده، ولی وقتی تو کامیونیتی ایرانی کار میکنی هیچ وقت زبانت خوب نمیشه. هیچ وقت از قوانین و مقررات این کشور خوب سر در نمیاری. متاسفانه بیشتر اطلاعاتی که ایرانی ها به شما میدن اشتباهه، چون خودشون هم از این ور اون ور شنیدن. کم پیش میاد که ببینم کسی رفته وبسایت مثلا شرکت یا اون وزارتخونه رو چک کرده و به شما اطلاعات موثق داره میده. ولی وقتی تو کامیونیتی خارجی کار میکنی، هم زبانت خوب میشه، هم با فرهنگشون آشنا میشی، دوست خارجی پیدا میکنی و از همه مهمتر قوانین و مقررات این کشور رو یاد میگیری و مجبور میشی دنبال منابع موثق بگردی و اطلاعات درست داشته باشی. اینم یه حسن دیگه هست. وقتی زبان بلد هستی میتونی با ایجنسی های مختلف تماس بگیری و کارت رو انجام بدی. دولت کانادا علاقه بسیار شدیدی به نامه‌نگاری داره. مثلا شما 25 سنت ته حسابت مونده، حسابت رو بستی. خب اون 25 سنت رو که بهت پس میده، هیچ یه نامه هم پشتمانش میفرسته که ما این 25 سنت رو به شما دادیم، که هزینه ارسال این نامه خیلی بیشتر از 25 سنته. ولی این کشور سیستم اداریش اینه و علاقه بسیار شدیدی به کاغذ بازی داره، پیپر ورک. حالا این نامه ها برای شما میاد در خونه، نمیتونین بخونین یا مجبورین با شرمندگی برین سراغ یک نفر که زبان بلده بهش بدین بخونه. بعضی موقع نامه های شما پرایوت کانفیدنشال هست، خصوصی محرمانه هست و نباید به کسی نشون بدید، ولی نمیدونی چی کار کنی. اینجاست که میایین سراغ پارالیگال ها، یعنی کسانی هستن که این کارهای اینجوری رو انجام میدن، ولی اونها مجانی این کار برای شما انجام نمیده. باید هزینه هنگفتی بدی که طرف فقط میخواد یه نامه رو برای شما ترجمه کنه، یا ببریش دار و ترجمه بگین و ترجمه کن. خوشبختانه اینجا کسی مجانی برای شما کار انجام نمیده. کسی که زبان بلد نامش رو میخونه، مشکلی هم پیش نمیاد، اطلاعات محرمانش هم پیش خودش میمونه، دست کسی نمیافته. ولی اونی که بلد نیست مجبور دست به دامن این اون بشه یا هزینه کنه که این نامه خونده بشه. و پیش میاد بارها شده محال کسی اینجا زندگی کنه و نامه های مختلف از اداره های مختلف براش نیاد. خب اینم این مسئله خیلی مهمش مسئله اقامتی شما هست. مثلا میخوای هلت کارت بگیری. خوشبختانه در کانادا خدمات درمانی رایگان هست و شما هلت کارت رو که دریافت میکنید میتونید باهاش کارهای درمانی رو انجام بدین. غیر از دندان پزشکی بقیه هزینه ها برای شما کاور میشه و یک سری هزینه هایی که مربوط به بیمارستان هست برای بیهوشی اینا یک مبلغ جزئی میگیرن، ولی بسیار پوشش بیمه‌ای خوبی هست و چانس خوبی هست و واقعا دست این دولت درد نکنه که این خدمات رو ارائه میده. خب
پس میخوای برای هلت کارتت اپلای کنی، باید به سرویس آنتاریو مراجعه کنی که البته دولت استانی آنتاریو که تورنتو هم جز این استان حساب میشه آنتاریو سرویس. حالا استانهای دیگه این اسم ادارهشون فرق میکنه. خب به این سرویس آنتاریو که شما مراجعه میکنی برای هلت کارتت میخوای اپلای کنی، با زبان بلد باشی، راحت کارت رو انجام میدی و درست میشه میره دیگه. چون هلت کارت رو اول که دریافت میکنی بعد چند سال باید تمدیدش کنی. پس من با این مرکز کار دارم. میخوای گواهینامه بگیری، باز دوباره با سرویس آنتاریو کار داری. میخوای سابقه رانندگیت رو بگیری، باز دوباره با این اداره کار داری. پس باید زبان بلد باشی که توی همه این موارد نیاز نباشه یک مترجم رو همراه خودت ببری و بخوای یک هزینه بهش بدی. این هزینه هایی که برای اینجور خدمات اینجا دریافت میشه هزینه های هنگفتیه. خب این مبحث هلت کارتتونه. گفتم گواهینامه، حالا خوشبختانه گواهینامه رو میتونی به فارسی امتحان بدی برای امتحان آیین‌نامه، ولی زمانی که میخوای امتحان شهری رو بدی، افسر شما حتی اگر فارسی زبان هم باشه اجازه نداره فارسی حرف بزنه. حالا میخوای امتحان بدی، متوجه نمیشه، بهت میگه left right، چپ برو، راست برو، مستقیم برو، بک پارک داشته باش، نمیدونم 3 پوینت بزن، پارک دوبل انجام بده. خب اینا رو متوجه نشی، خب تو امتحان رد میشی، که این البته احتمالش کمه، چون وقتی بهتون آموزش میدن اون مربی شما به شما این انگلیسی ها رو میگه، ولی خب کسی که زبان بلده دیگه این استرس رو نداره که ای وای اگر افسر بهم بگه من نفهمم و اشتباه انجام بدم، چون عصبانی میشن بعضیاشون. باید اگه عصبانی کنم رد بشم چی میشه؟ چون هزینه گواهینامه‌ام متاسفانه اینجا خیلی بالاست. یا آیین‌نامه داره، حالا بعضی‌ها از آیین‌نامه اگه سابقه گواهینامه از ایران آورده باشن مستقیما میرن جی رو میگیرن، اگر که اونایی هم که سابقه ندارن جی 2 و جی، خلاصه بهتون بگم که هزینه زیاده، ولی دونستن زبان خیلی به شما کمک میکنه. حالا دکتر میخواین برین که خوشبختانه اینجا پزشک ایرانی زیاده، دندون پزشک، چشم پزشک میرید. حالا یه موقعی هم هستش که اورژانسی براتون پیش میاد، مجبور هستی به بیمارستان مراجعه کنی، دیگه اونجا نمیتونی در به در دنبال پزشک ایرانی بگردی. وقتی زبان بلد هستی با نرس و بقیه ارتباط برقرار میکنی و کارت انجام میشه و میره. میگم اینجا چون کامیونیتی ایرانی‌ها بزرگ هست، خیلی ها به خودشون زحمت نمیدن دنبال یادگیری زبان برن، چون بالاخره یا یه هزینه میده یا یه دوستی پیدا میکنه، با اعصاب خوردی و مکافات کارش انجام میشه. ولی خب کسی که مثل من زبان بلده این استرس ها رو نداره، این مشکلات رو نداره. خب چرا شما اینطوری نباشید؟ شما وقتی میخواین بیاین زبان رو یاد بگیرید که خیلی راحت و ریلکس کارتون رو انجام بدین، از این نترسین وای این طرف حرف میزنه چی میگه، از کره ماه اومده، چرا من یک کلمه از حرفاشو نمیفهمم یا چرا نمیتونم باشه ارتباط برقرار کنم. اون لحظه حس خوبی نیست. حالا اجازه کار داشته باشین، بخواین سین نامبر که سوشال اینشورنس نامبر هست که همه باید اینجا داشته باشن، برای هر کدوم از اینا بخوای اقدام کنی. بعدها میخوای پاسپورت بگیری، کسانی که برای کارت پیارشون اپلای میکنن، اینها مواردی هست که شما با ایمیگریشن، اداره مهاجرت و سرویس کانادا سر کار دارید، ادارات دولتی، که باز مشکل دنبال مترجم فارسی بگردید. وقتی مراجعه میکنید انگلیسی بلدین، خب کارتون خیلی راحت انجام میشه. فرمای اداره مهاجرت معمولا سخته، پر کردنشون آسون نیست. زبان بلد نباشید، هزینه هنگفتی رو باید پرداخت کنید. شاید برای یک فرم مجبور بشید $70، برای 3 تا فرم $200 پرداخت کنید که فقط میخواد این فرم رو براتون پر کنه. بعد نگاه میکنید میبینید چیزی توش نیست، اسم و فامیل و مشخصات و آدرس و ایمیل و در نهایت هم از شما میخواد امضا کنید. میبینید واقعا چیز خاصی نیست، ولی شما گزینه ها رو بلد نیستی بخونی. خب مسلماً مجبور هستی که بابتش هزینه کنی و از کسی کمک بگیری. خوشبختانه اینجا یک مراکزی هست به اسم ویلکام سنتر که برای نیو ایمیگرنتس ها و نیو کامرا هست، کسانی که تازه وارد هستن.
با هزینه دولت این کارا رو براتون انجام میدن، ولی یه عیبی که دارن، بعضی از اینها تازه وارد هستن، تازه فارغ التحصیل شدن و کار شما رو درست انجام نمیدن. من برام پیش اومد اینجا و متاسفانه یک نفر منو اشتباه راهنمایی کرد، برای دولت هم کار میکرد، بهشون میگن سوشال ورکر، و متاسفانه ایشون درست نتونست منو راهنمایی کنه و اگر یک نفر دیگه به داد من نرسیده بود، خدا میدونست که این پرونده من چه اتفاقی براش میافتاد. حالا باز چون خودم زبان بلد بودم، تونستم با یک نفر دیگه، یک وکیل خارجی کانادایی تماس برقرار کنم و ازش کمک بگیرم و کارم انجام شد. اگر کسی بلد نباشه واقعا دچار مشکل میشه. سالیانه اداره مالیات بر درآمد کانادا از شما میخواد که درآمدتون رو اعلام کنین و یک تیوان به شما میدن که این تیوان رو حسابدارای سری فرم هست براتون انجام میدن. حالا حسابدار انجام میده، خیالتون هم راحته. یه موقعی هستش که این اداره اسمش CRA هست، Canada Revenue Agency. این اداره توی مدارک شما یک مشکلی پیش میاد، برای شما نامه میفرسته. حالا این نامه رو وقتی دوباره نمیتونی ترجمه کنی، دوباره باید یک هزینه دیگه به حسابدار بدی که این رو برات ترجمه کنه که حالا مشکل چی بود. این همیشه هم اینطوری نیست که بگی خب میرم پولو میدم کار انجام میشه، با یک بار پرداخت کردن تمام میشه. نه، گاهی اوقات دولت اینجا از شما مدارک بیشتری میخواد، پس مجبور میشین چند بار یک هزینه رو پرداخت کنین و این هزینه ها برای شما سنگینه، مخصوصا برای کسانی که نیوکامر هستن، تازه اومدن. واقعا نیوکامرایی که اینجا میان از زیر صفر شروع میکنن، مگر کسانی که خب پولهای هنگفتی با خودشون آورده باشن. وگرنه از زیر صفر شروع کردن و پرداخت این هزینه ها خب یک مقدار شما رو تحت فشار قرار میده. اینم مبحث یکی دیگه از ادارات اینجا هست، چون میگم اینجا چند اداره هست که براتون نام بردم: سرویس کانادا، سرویس آنتاریو، ایمیگریشن آفیس، CRA. اینها جایی هستن که شما باشون کار میکنید، بانک ها، بانکس، و همیشه ازشون نامه دریافت میکنید و همه عمرتون با اینها یه جورایی کار دارید و وصل میشید. چون میگم یه بار گواهینامه میگیری، بعد چند سال باید تمدیدش کنی، هلت کارتتو باید تمدید کنی. بعضی ها مجبور هستن اجازه کارشون رو تمدید کنن، کارت پیارتون رو تمدید کنین، پاسپورت بگیرید، پاسپورتتون رو تمدید کنید، که هر کدوم از اینها اداره های خودش رو داره. و اون ترانسپورتیشن هم و گوگل مپ هم که خودش یک مقوله جداگونه هست. حالا کسی که زبان بلده هیچ کدوم از این مشکلات رو نداره. اون کسی هم که زبان بلد نیست مجبوره از این اون کمک بگیره، یا هزینه میکنه یا اطلاعات اشتباه دریافت میکنه. این توصیه منو جدی بگیرید، زبان رو یاد بگیرید و بعد به هر کشوری مهاجرت کنید. این به نظر من مهمترین لازمه ای هستش که باید داشته باشید. و به خودتونم نگین که ای بابا سنم زیاده نمیتونم، حالا میخوام تازه شروع کنم تو این سن زبان یاد بگیرم. ببینید شما هدف دارید، هدف گذاشتید برای مهاجرتتون، پس اگر برای هدفتون میجنگید باید سختی‌هاش هم تحمل کنید، باید زبان رو هم یاد بگیرین تا به هدفتون زودتر برسید. یه مسئله دیگه هم بهتون بگم، گاهی اوقات زبانتون خیلی خوبه، قانون بلد نیستید. اتفاقایی که برای من افتاد، من زبانم خوب بود ولی قانون کانادا رو بلد نبودم و اینجا هم فامیلی نداشتم که بهم کمک کنه. یعنی خودم یک تنه جلو رفتم، سعی کردم از قوانین خودم سر در بیارم. بعد از چند ماه فهمیدم که نباید از این و اون اطلاع بگیرم و باید اطلاعات رو مستقیما از خود دولت، ادارات و سازمان ها بیرون بکشم، که باز این هم زمان میبره. ولی
دیگه اون تنش و اون هزینه ها رو من نداشتم. چرا؟ چون خودم میتونستم. سخت بود ولی میتونستم راهمو پیدا کنم و وقتی که راهمو پیدا میکردم اگر کسی ازم کمک میخواست بهش راهنمایی میکردم. و همین الانم اگر کسی بخواد راهنمایی میکنم. این قضیه رو جدی بگیرید. سعی کنید قبل از مهاجرتتون یک سری اطلاعات در مورد مسکن، در مورد بیمه، در مورد قوانین مهاجرت، حتی قوانین بیمه‌ای اون کشور کسب کنید و اینها را از منابع موثق دریافت کنید، نه از زبان این و اون بشنوید. حتی بعضی از وکیل ها هم اون دانش کامل رو ندارن چون وکیل نیستن. گفتن پارالیگال هستن یا برای یک وکیلی کار میکنن ولی خب دیگه اسم خودشون رو میذارن وکیل مهاجرت. من نمیخوام حالا چیزی بگم ولی وکیل مهاجرتی هم بود که من یک سال خیلی کلی ازش پرسیدم چون شما تمام اطلاعات دولت کانادا رو توی سایت canada.ca بزنید، هر چی که بخواید با منابع موثق در اختیارتون قرار میگیره. ولی خب دیدم که نمیدونن. شما یک مشکل دیگه که اینجا میشه باش مواجه هستین آدرس عوض کردنه. وقتی که جابجا میشین این عوض کردن آدرس ها خودش یک داستانیه، یعنی یه جا دو جا نیست، زیاده. حالا زبان بلد هستی خودت زنگ میزنی دونه دونه عوض میکنی. زبان بلد نیستی باز دوباره باید بری هزینه کنی که یک نفر کل این آدرس ها رو برات عوض کنه و تغییر بده. پس با یاد گرفتن زبان انگلیسی به خودتون کمک میکنید. ممنون که توی این ویدیو من همراهی کردید، پای صحبت های من نشستید. امیدوارم که این توصیه هایی رو که بهتون کردم رو دقت کنید، مد نظر قرار بدید و قبل از اینکه مهاجرت کنید همه اینها رو خوب بررسی کنید. اوقات بسیار خوشی رو براتون آرزو میکنم و به امید دیدار.